هرچی بیشتر از کولر گازی استفاده کنی پول برق کمتری بگیر. قابل توجه بابا اونایی که میگن پول برقمون زیاد میشه، من به این خبرم من ببینم و تو میری نیست، طبق چیزی که مهندسین برق جهانی اعلام کردن. باور غلط ما اینه که تا دمای خونه خنک شه کولر رو خاموش کنیم، یا اینکه چند ساعت وقتی روشن بود و کار کرده خاموشش کنیم که استراحت کنه، یا اینکه با خودمون میگیم وقتی قرار از خونه بریم بیرون برای چی کولر روشن بمونه. با این خاموش کردن دستگاه دچار شورت سایکلینگ میشه، اولی که مصرف برق رو 3 برابر میکنه. اما چه جوری؟ تصور کنید در یخچال رو باز میکنید تا میوه بردارید و موقع بستن در به خوبی بسته نمیشه. چه اتفاقی میفته؟ یخچال برای خنک نگه داشتن مواد غذایی زور بیشتری میزنه تا اون هوای گرم بیرون رو جبران کنه. پس مصرف و هزینه 2 برابر میشه. کولر هم دقیقاً همینه. آقای نیتن موری از دپارتمان انرژی آمریکا میگه تصور همه مردم اینه که مردم برای یه سر کار رفتن و یا خرید ساده کولر رو خاموش میکنن که صرفه جویی شه، اما درستش اینه که دما رو بالا ببرن و موقع برگشت فقط به درجه اولیه برگردونن. این آزمایش توی نیویورک تایمز هم اومده که میتونید مشاهدهش کنید. الان هم این پست رو بفرست واسه اون بابایی که همچین عقیده‌ای دارن یا همه اون اجزایی که کولر گازی دارن، حداقل روش استفادهشون رو آپدیت کنن.